آهای اهالی فینیتو، الان همه جا شده فینیتو، شمال فینیتو، جنوب فینیتو، عمق راهبردی فینیتو تا سوراباد هم رفته می باشندی. کت خدا آقا، اوضاع در سوراباد پتال است، گزمه ها بدان سو نمی روندی. اشکال ندارد، الان لبناباد هم خودش بخشی از فینیتو می باشندی. اهالی لبناباد به خیابان ریختندی و علیه ما شعار دادندی. فعلا اسمش را نیاورید، بهتر است. نه، چرا همش بزبیاری می آوریم؟ اشکال ندارد، به جایش بغداباد را داریم که آن دیگر در حلقوم خودمان است. آنجا همه عاشق کت خدا می باشندی و عکس های ما بر در و دیوار است. کت خدا آقا کجایی کار؟ اهالی بغداد عکس شما و اجدادتان را زیر پا له کردندی. بهتر از صدایش را در نیاور که اوضاع خیت است. جای دیگری را بگو. خانه خراب، دیگر جایی برای من نگذاشتی که اسمش را بیاوریمندی. در فینیتوی خودمان هم که عکس ما را به آتش میکشندی. پس شما گوشتکوب ها چه غلطی میکنندی؟ آی کت خدا، این همه سال دمیان روستای مجاور باد کاشتی، حالا با طوفان درو کنی. همه آرزوات برباد رفتندی. اهالی فینیتو یک بلایی سرت بیارن که اون سرش ناپیداست.